آقای پسندیده مهمترین بچه به اصطلاح زننده اون نامه رو که به اصطلاح هندی زاده بودن آیت الله خمینی بود اون رو تایید کرد. دکتر میلانی در مورد تعارض خمینی با تجدد صحبت می‌کردید که مجبور شدیم صحبتتون رو قطع کنیم، لطفاً ادامه بدید. بفرمایید. خواهش می‌کنم. می‌بینید وقتی که تجدد با مشروطیت به ایران میاد، معارضه با این در اون زمان به عهده شیخ فضلالله نوری بود. مهمترین نظریه مخالفت با مشروطیت رو آقای شیخ فضلالله نوری در مفهوم مشروعیت صورتبندی کرد و میدونید که شیخ فضلالله نوری تنها آخوندی بود که آیت الله های زمان فتوا به قتلش دادن. آقای خمینی از لحاظ تاریخی کاری که کرد این بود که 70 سال بعد از این ماجرا نظرات شیخ فضلالله نوری رو دوباره بر قدرت آورد و دوباره مشروعیت بخشید و یک حکومت مشروعه اونچنان که نوری میخواست و اونچنان که فتوای نادرستی اون خط در 1900 توسط آیت الله های دیگه داده شده بود رو به مرحله عمل در آورد و از این بابت به نظر من مهمترین معارضه با تجدد رو میشه در شخصیت ایشون و در نوشته های ایشون سراغ کرد. خب نقشش چی بود در این شکل دادن به ایران مدرن؟ به نظر من نقشش این بود که همون ائتلافی رو که این نکته به نظر من خیلی نکته تاریخی مهمی است، همون ائتلافی رو که در دوران مشروطیت آمد و استبداد رو در ایران برکنار کرد و مشروطیت رو به ایران آورد، آقای خمینی از همون نیروها استفاده کرد و به جای تحقق بخشیدن به خواست دموکراسی یک حکومت مستبدی به نام ولایت فقیه رو در ایران سر کار آورد و یک فرصت تاریخی به نظر من عجیبی رو از ایران گرفت، برای اینکه اگر این انقلاب در مسیر دموکراتیک خودش باقی میموند، یعنی اگر آقای خمینی به حرفایی که در پاریس زده بودند وفادار میموندن، چه بسا که امروز ایران در جایی باشه که ترکیه هست، در جایی می بود که کره هست. من آمار این مقایسه ایران و ترکیه در 1975 رو در آوردم و وقتی که مقایسه میکنید ایران و ترکیه امروز رو با ایران و ترکیه 75 که در 75 ایران تقریبا در همه شاخص‌ها از ترکیه جلو بود، اون وقت میفهمید که مقام تاریخی آقای خمینی چیست. ایران مشروعی رو ایجاد کرده، حکومت آخوندیسم و حاکمیت روحانیت رو در ایران متحقق کرده، بهاش از دست رفتن یک فرصت تاریخی عظیمی بود برای اینکه ایران از این دور جهان سومی و دور عقب افتادگی خارج بشه. بهاش این بود که 3 میلیون از بهترین فرزندان ایران الان در مهاجرت باشن، بهاش که 7 میلیون در ایران معتاد باشن، بهای گرانی براش بود. در قسمتی از معرفی در مورد آقای خمینی میگویید که آیت الله مرتضی پسندیده برادر ناتنی خمینی بعد از پیروزی انقلاب تلویحاً صحت اون مقاله مندرج در اطلاعات، مقاله معروفی که احمد رشیدی مطلق نوشته بود رو تایید میکنه. ممکن در این مورد قدری صحبت کنی واقعا چی رو تایید کرد آیت الله پسندیده؟ آیت الله پسندیده این قسمت رو تایید کرد که جد آقای خمینی در قرنهای پیش، در 2 قرن پیش از ایران رفته به هندوستان و مدتی در هندوستان ساکن شده و بعد به ایران برگشته و یکی از به اصطلاح مواردی که در اون نامه بود و روحانیون معتقد بودند که بی احترامی شده به مقام آیت الله خمینی، این ادعا بود که آقای خمینی هندی زاده است. البته بدون شک لحن نامه لحن بسیار به نظر من زشتی بود. همونطور که عرض کردم نامه به نظر من نامه بسیار ابلهانه‌ای بود، در یک تحریک کردن یک نیرویی که زیاد هم امیدی به پیروزیش نبود در اون زمان. به این ترتیب کار خیلی غریبی است برای من. ولی اگر این جنبش رو کنار بگذاریم، آقای پسندیده مهمترین بچه به اصطلاح زننده اون نامه رو که به اصطلاح هندی زاده بودن آیت الله خمینی بود اون رو تایید کرد. بله.